سلام دوستان، یه نکته دیشب برای من پیش اومد، یه مسئله خیلی جالب بود، گفتم بگم. این آفتابم که میبینید خیلی کار نمیتونه میکنه، خیلی سرده امروز. دیشب یه باد و برف و اینا خیلی سرد بود، برف و بارون هم قاطی بود. تقریبا ساعت 10 شب یکی در خونه ما رو دیدم میزنه. بعد رفتم در رو باز کردم، دیدم همسایه‌ایه که تو اون واحد روبرو اصلا یه 5 متری با ما فاصله داره زندگی میکنه. من یه گاهی اوقات باش سلام علیک، فقط در حد سلام علیک بودیم با هم. گفتم بله چی شده؟ این خانومه گفتش که دیدم که چراغ سقفی داخل ماشینت روشن مونده، اومدم در بزنم بهت بگم باتریت خالی نشه. واقعا انسانیت آدم بعضی وقتا میبینه کیف میکنه، لذت میبره. این اصلا شاید در حد سلام علیک با من، خونش هم اونور میتونست راشو بکشه بره، اومد گفت که یه وقت ضرر نکنم، سخت نباشه، صبح باتریم خالی شده باشه. انسانیت خیلی چیز قشنگیه.